امروز اوچم به یک روستایی که خیلی جاهای دیدنی اوشن. اینکی بستقلات هن. بستقلات یک روستایی در نزدیکی شهرستان بستکن. روستای بستقلات دارای 2000 جمعیت اوشن. نو چقدر هم که در بافت روستای قدیم مهاجرت شو کرده به روستای اطراف و کشورهای حوزه خلیج رفتسن مثل امارات، بحرین و خیلی از جاهای دیگه که امسال امو به یاد ناتارم. یکی از معروف شدنش هم به خیابانشن که راست و مهندسی شده بودنشن. و زبون روستا هم اچمی زبان یا همان خودمونی هن. مردم منطقه شهرستان بستک فقط از 2 جا دیدن اکونه. یکی بستقلات قدیم و دیگری اشکت پلنگی هن و در مورد بستقلات قدیم بگم که آثارهای تاریخی و رسم و رسوم قدیم فراوانی اینجا هن. وازجاهای گردشگری بستقلات چشم ماوایی، بستقلات قدیم، تنگهارمیزی، تنگه نواردانگ، کوهگزین، کوهتوره، اشکت پلنگی و خیلی از جاهای دیگه. مردم روستا به خاطر کم بودن جا نقل مکان اکنن به روستای جدید، واسم روستا قبلی هم بستقلات قدیم خیلی از منطقه اسمش سر زبان هم. حالا شما بگین به بستقلات قدیم رفتوسی یا نه؟